یکی از حکمتهای حج آنه که الله تعالی خواسته که بندگان را با خود نزدیک بگردانه، جایی را الله قرار بده که بنده آنجا بیاید برای ملاقات خدا به دربار الله تعالی بیاید و این ملاقات به صورت حضوری ظاهر و دیدن اصل نمیشه، چرا که بنده چشم دیدن الله را نداره و هیچ چشم و بینایی نمیتونه خدا را ببینه، بلکه آنجا ملاقات پروردگار و دیدار و بینایی باطن و قلب که قلب متوجه الله بشه و به سوی خدا توجه کنه و الله خواسته بندگان را آنجا یکسو بکنه با خداش و بنده که جای خود داشت هزار سویه و صدها سو داره و دهها سو داره و بیشتر سوهای او به دنیا و معاش و زندگی و گرفتاری متوجه الله خواسته که آنجا بنده را یکسو بگردانه. دیگه بنده از همه تعلقات قطع کنه و تعلق مع الله برقرار بشه و توجه الی الله حاصل بشود. از حکمتهای بزرگ حج بیت الله الحرام آنه که الله این دربار قرار داده و فراخوان داده که خصوصا سال یک مرتبه مردم اینجا تجمع بکنن تا از احوال دنیا خبر باشه، از احوال همه انسانیت، از حال یک دیگه خبر باشه مسلمانان و از حال همه انسانیت که به هر حال به کدام سو انسان ها می روند و بالاخره انسان ها وضعیت زندگیشون چطوره، کجا مظلوم موجوده، کجا انسان های گرفتار موجوده و انسان از انس و سروران گرامی همدردی در انسان ها، تأثرات نسبت به مظالمی که توی دنیا روا داشته میشه و تأثر از این مظلومانی که زیر ظلمن و لحاظا این محل بیداری خانه کعبه مردم جمع بشوند تا بیدار بشوند که در دنیا چه میگذره و بشر به کدام سمت و سو حرکت میکند و از احوال دنیا اطلاع حاصل بکند.